هر کاری داری قبل از شروع شدن این فیلم انجام بده. یکی از بهترینا تو سبک بقا که آدرنالینتون رو میبره بالا. فکر کن فقط 10 دقیقه فرصت داری زنده بمونی. یکم برگردیم عقب تا جایی که همه تو آرامش دارن زندگیشونو میکنن. هیچ کس فکرشو نمیکرد که کوه بریزه و همین ریزش کوه یه سونامی عظیم درست کنه. جایی که شخصیت‌های فیلم هر کاری میکنن که فقط زنده بمونن و اونجاست که استرس سر تا پای شما رو میگیره. اگه به فیلم‌های سبک بقا علاقه‌مندی، پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو ببین.